امیدوارم این اتفاقی که برای من افتاد برای دشمنم هم نیفته. این آدما که جوابشون رو میگیرن، قانون که سر جاشه، با قانون میریم سراغشون، ولی خدا جوابشون رو میده. یعنی بزرگتر از اون خدایی که تا امروز کنار من بوده، تک تک لحظه های من احساس تنهایی نکردم، همون خدا جوری جوابشون رو بده که بشینن زار زار گریه کنن. میکنم این ناراحتی ها و این داستان ها رو مراحلش رو به صورت قانونی ادامه بدم و گردنم تتو، یعنی به خدا اعتقاد دارم. مگه میشه من همچین کاری بکنم؟ من 100 تا فیلم دارم، چطور میتونم پخشش کنم؟ من از روز اولم وقتی که اون حرفو اون فیلم با علی فتنه انداخت میدونستم که یه روزی کارش به اینجا میرسه. فقط منتظر بودم که این کارو بخواید بکنید. من که ولتون نمیکنم که انگی که دارین میچسبونید به من. شما انقدر جربوزه‌شو ندارید، انقدر قدرت اینو ندارید که اسم منو مستقیما بیارید بگید فلانی این کارو کرده، چون میدونید که نمیتونید ثابت کنید، چون میدونید که من میام استانبول پدر تک تکتون رو در میارم از طریق دادگاه قانون. مگه من اینجوری دیوار من مگه کوتاه در اومدن میگن ما با وکیلامون صحبت کردیم. شما عزیزم یه وکیل که خوبه 100 تا وکیل بگیرید، کاری که من انجام نداده باشم تو نمیاد تو خونه من. خودتون انجام دادین دارین با افکار عمومی اینجوری بازی میکنید. پشمکا. به خدا انقدر خودم درگیری دارم که دیگه نخوام به افراد مثل این خانم بپردازم. ایشون کلا از همون اول توهم اینو داشت که الان دوست پسر من همه میخوان بدزدن. ایشون الان کی هست که دیگه همه چش دارن دوست پسرش. والا خود درگیری داشت طرف و از همون اول دیدین که چجوری گرفت رو من دیگه، همتون شاهد بودین. الان فقط من موندم اونایی که میان میگن نازنین از پشت تو در اومد. ایشون از پشت من در نیومد، ایشون پشت همتیمیش در اومد. اون صحنه‌ای که این آقا دست رو من دراز میکنه، این خانم میپره وسط میگه دست به هم نزنین، از ترس اینکه همتیمیش حذف نشه، دیسکالیفا نشه، بندازنش بیرون. همین. فکر نکنین ایشون طرف منو گرفته، چون وسط دعوا میبینیم برمیگرده میگه راست میگه دیگه. یا دوباره سر میز نشستن با هم دارن لباس پوشیدن منو مسخره میکنن. ایشون شخصیتش از اول تا آخر مشخصه. یعنی اصلا شما که اینقدر دقتتون بالاست و اینقدر حواستون به همه چی هست گول این داستانا رو نخورین.